дуруд шунавандагони азиз, нашри хабариро мустақиман рӯи мавҷи радиои моҷир мешунавед. имрӯз 13 марти 2020 сол. طبق اطلاع روزنامه وانگارد در اسپانیا اعضای خانواده شاه از تشخیص سیرویابی احتمالی کرونا ویروس می‌گذرد. دایره نزدیک به خانواده شاهی به رسانه‌ها گفتند که این تصمیم در پی آن گرفته شد که یک عضو حکومت که روز جمعه گذشته با ملکه لیتیسیا در یک چهاربینی حضور داشتند به کرونا ویروس گرفتار شده است. قبلا خبر داده شده بود که عضو حکومت اسپانیا وزیر امکانیت‌های برابر ایرینا مونتیرو معاون سروزیر پابلو ایگلیسیاس در کرانتین قرار دارند. در همین حال تمام اعضای حکومت اسپانیا از تشخیص حتمی طبی می‌گذرند. سازمان جهانی بهداشت روز 11 مارت سرزدن پاندمیای نوی کرونا ویروس را اعلام کرد. تقریبا 120,000 نفر آدمان در زیاده از 100 کشور جهان علاقه به این ویروس گرفتار شدند که تاکنون بیش از 4,000 نفر جان دادند. در این باره رامبلر خبر می‌دهد. خبر دیگر، مقامات هندوستان از روز 11 مارت شروع کرده دادن روادید سیاحی را تا 15 اپریل بازداشتند، ولی روادیدهای دیپلماتی روادیدها برای کارمندان تشکیلات بین‌المللی و لایحه‌های کاری استثنا میباشد. مقامات هندوستان این تدبیر را همچون یک قسم مبارزه علیه کرونا ویروس می‌دانند. سخنگوی حکومت هندوستان گفته است که همه مسافران از جمله شهروندان هندوستان که پس از 15 فوریه از کشورهای چین، ایتالیا، ایران، جمهوری کره، فرانسه، اسپانیا و آلمان برمیگردند به مهلت حداقل 14 روز تحت کرانتین قرار خواهند گرفت. برای مبارزه با پنجشنبه کرونا ویروس مقامات ترکیه باشد پیشنهاد کردند که مهمانخانه‌ها موسم امساله سیاحی را نه در ماه مارت بلکه در آخر ماه اپریل آغاز کنند. گفته است وزیر فرهنگ و سیاحی ترکیه مهمت ارسوی. مهمانخانه‌ها باید موسم سیاحی این سال را نه ماه مارت بلکه آخر ماه اپریل گشایند. در طول یک هفته ما چاره‌های دستگیری ساحه توریسم را در رابطه با تلفات ناگزیر با محدودیت‌های فعالیت سیاحی اعلام خواهیم کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که با یک قرار خود ورود شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به جز از بریتانیای کبیر به آمریکا محدود کرد. سبب این پنجشنبه با سرعت کرونا ویروس در اروپا که برای ایالات متحده تهدید کلان است مانیتور گردیده است. در ایتالیا باشد مقامات بجز از مغازه‌های خوراکواری و داروخانه‌ها دیگر تمام مؤسسه‌های تفریحاتی و فرهنگی و معیشتی را بستند. در این کشور وضعیت فوق‌العاده بنا به سبب پنجشنبه با سرعت کرونا ویروس ادامه دارد. حکومت روسیه اینچنین محدودیت‌های پروازها با ایتالیا، آلمان، فرانسه و اسپانیا را روی دست گرفته است. از 13 مارت همه پروازهای به نقشه گرفته شده به این کشورها با استثنای پروازها از فرودگاه شرمیتو و به شهرهای ریم، برلین، میونخن، فرانکفورت، مادرید، بارسلونا و پاریس بکار کرده می شوند. در تاجیکستان اولین کارت امتیازناک توسط آن امکانیت استفاده خدمت‌رسانی‌های بانکی و جمع‌آوری فایزهای خرید خود از نقطه‌های فروش سوزشواری را به راه ماندند. نظام امتیازناک طریق کارت مخصوص بانک اسپیتامین در همکاری با شرکت گازپروم نفت تاجیکستان به راه مانده شده است. نمایندگان گازپروم نفت تاجیکستان با اسپیتامین بانک تاجیکستان اومید به دادن کارت‌های علاوگی امتیازناک برای حساب برابرکنی در نقطه‌های فروش سوزشواری با مقصد افزایش حصه پرداخت‌های غیر نقدی در گردش پول ملی شرطنامه طرفین به امضا رسانیدند. تخمین می‌رود که سیستم تخفیفی در همه نقطه‌های اسپیتامین بانک و در نقطه‌های سوزشواری گازپروم نفت تاجیکستان فعال گردند. دارندگان کارت‌های نوی امتیازی امکان دارند که هنگام خرید سوزشواری از نقطه‌های فروش شرکت گازپروم نفت تاجیکستان فایز معین پول خرید کرده خود را به حسابشان برگردانند که آن نیز می‌تواند به
хариди сӯзишворӣ сарф гардад. қобили зикр аст ки дар тоҷикистон теъдоди нуқтаҳои сӯзишвории газпромнефт 15 нуқта дар душанбе, 13 нуқта дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, 8 нуқта дар вилояти суғд ва 1 нуқта дар вилояти хатлонро дар бар мегирад. یادآور می‌شویم که چند قبل سیستم پرداخت میر روسیه در تاجیکستان اجازه حق فعالیت را دریافت. در نظر است که همگرایی سیستم‌های پرداخت و پیشبرد حساب برابرکنی با پول ملی و رشد همکاری‌های سودمند تاجیکستان و روسیه در سمت تجارتی و اقتصادی مساعدت کند. خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیوی موجیر میشنوید. از روز دوشنبه 16 مارت در فرانسه همه کودکستان‌ها، مکتب‌ها و دانشگاه‌ها درهای خود را می‌بندند. در این باره پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون خبر داده است. قبلا در منطقه‌های علاهیده فرانسه که در آن جایها حالت‌های سیرت‌شوی کرونا ویروس بیشتر بودند، مؤسسه‌های تعلیمی علیه بسته شدند. پرزیدنت فرانسه از تمام شخصان از 70 ساله بالای مردم کشورش دعوت کرد که با داشتن بیماری‌های رای نفس و معیوبی تا حد امکان و ضرورت نباید خانه‌هایشان را ترک کنند. در صورت پیش آمدن نیاز به تشخیص و یا طبابت به چنین نفران طبیبان به خانه‌هایشان رفته آنها را نگاه و بین می‌کنند. ابراز داشته است پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون روز پنجشنبه 12 مارت در پیام تلویزیونی خود. ماکرون اینچنین تاکید داشته است که دولت نسبت آدمان غمخواری می‌نماید که بنابر کرونا ویروس در حالت بیکاری قرار دارند. با چنین اشخاص از بین بردن تعرفه‌های کمونالی و جبران پولی پرداخت می‌شود. همچنین پرزیدنت فرانسه طبیبان فرانسوی را که در مبارزه با کرونا ویروس سهم دارند فرشته‌های سفیدپوش عنوان کرده به همه طبیبان جبران پولی از حساب بودجه جمهوری را اعلام داشته است. سخنرانی پرزیدنت فرانسه با دعوت همبستگی رفتار مسئولیتناک و رعایت چاره‌های محافظتی از سرایت و پهن‌شوی کرونا ویروس به انجام رسید. خاطررسان می‌کنیم که در روزهای اخیر ویروس کووید 19 یا خود کرونا ویروس نظر به پیشتر در فرانسه زودتر پهن گردیده ایستاده است. تا روز پنجشنبه 12 مارت در کشور اروپایی 2876 حالت سرایت‌شوی به قید گرفته شده است. از تاثیر کرونا ویروس 61 نفر علاقه در فرانسه جان باخته و حالت 129 نفر بیماری دیگر وحیم ارزیابی می شود. خبرهای روز را مستقیما از رادیوی موجیر ادامه میدیم. سازمان جهانی تندرستی در یک جایگی با آمریکا و تاجیکستان واسطه‌های حمایت شخصی را از کرونا ویروس همچون کمک تقدیم نمودند. کمیته ارسال گردیده از جهاز کمک‌های ارسال گردیده از جهاز محافظتی، نقاب‌ها، دستپوش‌ها، خلطه‌های مخصوص و دیگر اشیاء ضروری برای طبیبانی که در بیمارخانه‌های سرایتی فعالیت دارند پیش بینی شده است. این همه کارها برای آن است که کشور به صورت واردشوی به کرونا ویروس آماده کرده شود، گفته است گالینا پارفیلی و رهبر نمایندگی دائمی دفتر منطقوی سازمان عمومی جهانی تندرستی در اروپا. کمک سازمان جهانی بهداشت و حکومت آمریکا جهت رسانیدن کمک در سطر لوازمات طبی مخصوص جهت مبارزه با کرونا ویروس و کارهای بی‌ضررگردانی از پیدایش و پهن‌شوی آن روی دست گرفته شده است. نماینده مخصوص آمریکا هنگام سپاریدن کمک لوازمات طبی به مقامات تاجیکستان ابراز داشته است که امروز در 114 دولت جهان پهن‌شوی با صورت کرونا ویروس به قید گرفته شده است. این از 3.2 حصه اهالی جهان است. همه چیز امکان پذیر است تا سیستم تندرستی و نگهداری حفظ صحتی عامه در تاجیکستان را آماده کرد. نمایندگان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان برای کمک سریع به نماینده سازمان جهانی تندرستی و نماینده مخصوص آمریکا سپاسگزاری کردند. از نام حکومت تاجیکستان من به حکومت ایالات متحده آمریکا از جمله برنامه USAID که یکی از شریکان استراتژی ما در ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی میباشد اظهار تشکر میکنم، گفته است معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان میرحم‌الدین کمالزاده.
نامزدی رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلیро барои узвият дар палатаи болоии парлумони тоҷикистон пешбарӣ карданд. дар ин бора Азия плюс хабар медиҳад. نامزدی رستم امامعلی در اجلاسی یکم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم که امروز 13 مارس برگزار شد تصدیق شده. وکیلان مجلس شهری نامزدی او را به عضویت در مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان یکدلانه جانبداری و پیشنهاد کردند. در ماه اپریل سال 2017 و مارس سال جاری رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی وکیل مجلس خلق شهر دوشنبه انتخاب گردید. انتخابات اعضای نو پالاتای بالایی پارلمان مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان 27 مارس سال روان برگزار می‌گردد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین چژاو لینزیان در این نظر است که نظامیان ایالات متحده آمریکا می توانند سببگار کرونا ویروس در ووهان چین باشند. او گفته است آشکار بیان باشد، تفصیلات خود را بفرستید، ایالات متحده آمریکا باید به ما فهماند، نوشته است دیپلمات چینی در صفحه توییترش. همینطور چژاو لینزیان با اظهارات رهبر مرکز آمریکایی در پیشگیری و نظارت بیماری‌ها رابرت ردفیلد واکنش نشان داده است که در ایالات متحده آمریکا یکچند حالت‌های رخ دادند که پس از مرگ آدمان از بیماری زکام در بدن آنها کرونا ویروس آشکار شده است و اینچنین از مقامات ایالات متحده دعوت کرده است که تا فهمانند که کی چنین بیماری در این کشور پیدا شده است و چند نفر به این ویروس سرایت یافتند و حالا در کدام بیمارخانه‌ها هستند. یادآور می‌شویم که اوج پنجشنبه کرونا ویروس از شهر ووهان چین در اول ماه دکمبر سال 2019 رخ داد. تا امروز این ویروس سرایتی در 114 دولت جهان پنهان شده است. شماره زیادترین سرایت شدگان در کشورهای چین، ایتالیا و کره جنوبی به قید گرفته شده است. حداقل 4291 نفر از کرونا ویروس در عالم درگذشتند و همگی 118,000 نفر سرایت یافتند. در این رابطه 2 روز قبل سازمان جهانی تندرستی پاندمی جهانی کرونا ویروس را اعلام کرد. شنوندگان عزیز، در آخر نشر خبر یک اعلان نیز داریم. 13 مارس شام امروز ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیوی موجر بخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوقشناسان ساحه موجر را دایر می‌کردند. شما می توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بدو باش در قلمرو فدراسیون روسیه به رسمیت درباره حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سعودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحدی دولتی، به رادیوی موجر طریق اس‌ام پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و در واتساپ با شماره 8965 151 0410 8967 111 5646 سوال خود را بفرستید و در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده با سوال‌های خود جواب مشخص گیرید. فراموش نکنید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام امروز جمعه 13 مارس ساعت 18 به وقت مسکو شروع می‌گردد.